داخل HTML کار نمیکنه. پس ویدیوی آموزشی رو تا آخر ببین. سلام، من پارسا هستم و به جلسه ششم HTML خوش آمدید. امروز میخوایم نشون بدیم چطور میشه از یک صفحه که داخل سایت به صفحه دیگه بریم. برای این کار میریم داخل پوشه وب، مثل همین پیج یک، پیج دو هم درست میکنه. خب من بیام از گوگل یکم این یکم با نسبت درست باز میکنه. خب الان میریم داخل پیج دو HTML. خب اینجا داخل تگ پیم اینا رو می نویسیم، متن رو می نویسیم. خب من بیارو برای این گذاشتم که یکم فاصله داشته باشه. خب بعد الان اینجا نوشتیم اینجا صفحه دوم سایت هست این. خب و اینجا هم به صفحه من خوش آمدید. خب حالا داخل پیج یک با تگ A میان با اینجا تگ A همینه که می‌نویسیم داخل قسمت 5. اگر دیده باشی میدونید این چطوریه. خب حالا یعنی این کدی که اینجا نوشتیم چطوره. خب حالا اطلاعات رو ذخیره میکنن که روی این گزینه سیف ده یا کنترل اس. خب حالا میریم داخل گوگل فروم. الان یه همچین چیزی میاره. خب دکمه ورود به صفحه دوم. خب بعد وقتی که میزنم یه اتفاق میفته یعنی که من وارد صفحه دوم سایت هم میشم. خب و اینجا هم ببینیم پیج دوه. خب وقتی روی این بزنیم میشه پیج یک. خب الان این بودش. امیدوارم این آموزش براتون کاربردی باشه. ویدیو من رو لایک کنید، کامنت بذارید و من رو دنبال کنید. خداحافظ.